در تمام دوره نسل‌کشی در غزه و اوج گرفتن وضع در اطراف آن، مهمترین مسئله‌ای که افکار مسلمانان را به خود مشغول کرده است، نقش کشورهای عربی و اسلامی میباشد. در طول 15 ماه جنگ فلسطینیان پیوسته از کشورهای عربی کمک می‌خواستند، اما متاسفانه این کشورها تنها همچون ناظران بی‌تفاوت باقی ماندند. تنها پس از آن که رهبر کاخ سفید دونالد ترامپ فکر کوچانیدن ساکنان غزه را به مصر، اردن و دیگر کشورها صدا داد، رژیم‌های عربی نگران شدند و به جستجوی راه‌های برآمدن از این وضعیت بحرانی آغاز کردند. یک دو روز پیش لیگ دولت‌های عرب در پایتخت مصر قاهره یک همایش فوق‌العاده برگزار کردند که تمام واسطه‌های اخبار عامه و دایره‌های سیاسی جهان به سخنرانی پرزیدنت نوی سوریه احمد الشرع توجه ظاهر کردند. دعوت به کوچانیدن مجبوری مردم فلسطین از سرزمین خود یک ننگ بشریت است. چنین دعوت‌ها نه تنها به فلسطینیان بلکه به تمام جهان عرب تهدید می‌کنند. تهدید کوچانیدن ساکنان غزه یک مسئله بشردوستانه نیست، بلکه سنجش برای صداقت ما همچنین عرب‌ها به مهمترین مسئله ماست. ریشه‌کن کردن خلق فلسطین از سرزمینش قابل قبول نیست وقتی آن رسیده است که تمام عرب‌ها بر ضد این نقشه‌ها متحد شوند. در نوبت خود پرزیدنت مصر عبدالفتاح السیسی اعلام داشت که کشورش نقشه بازسازی غزه را تهیه کرده است که ارزش آن 53 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. در مرحله اول در طول 2 سال 200,000 منزل در غزه ساخته می شود. در مرحله دوم تا سال 2030 باز 200,000 منزل دیگر بنیاد خواهد شد. نقشه پیش بینی می‌کند که برای 3 میلیون نفر صدها هزار منزل نو، اینچنین فرودگاه، منطقه‌های صنعتی، مهمانخانه‌ها و باغ‌ها ساخته شوند. پرزیدنت مصر اینچنین اعلام داشت که کشورش در همکاری با فلسطینیان یک کمیته مدیریتی عبارت از تکنوکرات‌ها تأسیس داده است که غزه را در دوره گذشته یعنی 6 ماه اداره خواهد کرد. در اظهارات نهایی همایش قاهره دعوت شده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد نیروهای صلح آور را در غزه و ساحل غربی رود اردن مستقر کند. حرکت حماس برگزاری همایش عربی در قاهره و نقشه بازسازی غزه را استقبال کرد. در همین حال اسرائیل اظهارات لیگ دولت‌های عرب را تنقید کرد. همچنین قرارهایی که در همایش عربی قبول شدند از جانب مأموریت ترامپ نیز مورد انتقاد قرار گرفتند. در همین حال مجله اسرائیلی اپوک خبر داد که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ جدی به نقشه زیر نظارت گرفتن غزه و کوچانیدن اهالی‌اش مناسبت می‌کند، اما به نوشته نشریه با استناد به منبع‌های آمریکایی ترامپ در عین حال با مخالفت جهان عرب روبرو شده است.